امروز اومدم یه کار پوستی خیلی جذاب انجام بدم توی این کلینیک پوستی که توی محله میاندونگ، یه محله شلوغ و سرحاله. اول از همه اومدم کاملا پوستم رو تمیز کردم، پوستم رو توی دستگاه آنالیز کردن، مشکلات پوستیم رو بهم گفتن و شروع کردن جوش‌های زیرپوستی پوستم رو در آوردن. بعدش برام لیزر فرکسل انجام دادن که برای کسای خوبه که یه مقدار کوچیکی اگر رد جوش‌هات باقی مونده با این لیزر میتونی به خوب شدنش کمک کنی. البته واقعا یک بار انجام دادنش شاید چند درصد بیشتر تاثیر نداشته باشه و بهتره که هر 3 ماه تا 3 مرحله تکرار بشه. بعدش هم یه بوستر پوستی جوانساز برام تزریق کردن که مثل میکرونیدرین تزریق میشد و به زیر پوست میرفت. جوانساز روشن کننده و شفاف کننده پوسته و بعد با دستگاه صورتمو کاملا خنک کردن. این لیزر LDM کمک میکنه که کاملا مواد جذب پوستت بشه. بعدش ازشون خواستم پیشونیمو بوتاکس بزنم، چون که من موقع صحبت کردن خیلی پیشونیمو تکون میدم، بوتاکس رو همیشه انتخاب میکنم. در آخرم که زیر دستگاه ماسکمو گذاشتم قشنگ جذب بشه و همین. شما از بوسترهای پوستی و جوانساز استفاده میکنین یا نه؟